بازرگان در نیشاپور میزیست کنیزی داشت، کنیزی ترک زیبا. این بازرگان باید به سفر تجاری میرفت. از خوف آن که مبادا پسرای به بلاغت رسیدش به همین کنیز چشم علا نکنند، گناهکار نشوند، به کنیز پدری خود مبادا جماع نکنند، نزد ابو عثمان حیری آمده التماس کرد که یا شیخ، گفت همین کنیز در نزد تو به امانت میگذارم، تا آمدنم از تو با تقواتر، از تو پرهیزگارتر در این شهر من کسی را سراغ ندارم، تا آمدن من در نزد تو ایستاد. اول نبود اسلام کرد، قبول نکرد، اما وقت التماس التجای بازرگان را دید که گفت من از خدا میترسم که من بود فرزندم زنا نکنن، به این کنیز گناهکار نشوند، زیرا این کنیز پدرشان است. شیخ قبولش کرد. یک روز قضای ازیدی چشم شیخ به همین کنیز افتاد. این شیطان ملعون وقتی که یک زن بیگانه را میبینی همون زن بسیار شهوت انگیز میکنند، خاصتا وقتی او زن زیبا باشد. دیگر خوش یاد شیخ کند، عاشق شد، دیوانه شد. دیگر آرام و تسکین شکم کرد. نه در نماز دیگر حضور قلبی پیدا میکرد، نه در طاعت عبادت، نه با ذکر نشسته میتونست. از خوف آن که مبادا خدای نکرده در وسوسه شیطان گیر نافتد، حتی رفتن خانه خود ترک کرد، دیگه خانهش نمیرفت. یک پیر داشت استاد با نام ابو حفص حداد، نزدش آمد گفت یا استاد بدادم برست که شرمنده میشم. این مردم به هزار امید آرزو آمدیم، امانت چه در خانه من گذاشته است این شخص، این من خودم عاشق دیوانه شدم، نمیدونم چیکار کنم، این چه شرمندگی است. شیخ گفت به شهر ری سفر کن. در شهر ری شخص است، یک عارف است با نام یوسف ابن حسین، او را ملاقات شو، از او دعا کن که در حق دعا کنه ان شاء الله خداوند همین مشکل رفع میکنه. این عازم سفر ری شد، از نیشاپور تا ری خیلی راه است. آمد در شهر ری وارد شد. وقتی که از یوسف ابن حسین پرسان شد، مردم گفتند تو آدم صالح می نمایی، از شکل صورتت معلوم است که پرهیزگار هستی، بنده خدا هستی، تو خانه یک فاسق لوطی ملعون چی میکنی؟ او یک بدبخت است، یک شیخ شرابنوشی بلواتت مشغول است، لواتت میکند و بدبخت، تو چیز خانه او را سراغ میکنی؟ وقتی از هر کسی میپرسید همین پاسخ هم میگرفت، گمان کرد که استادم خطا کرده است. با خفا گشت آمد نیشاپور. پرسیدش ابو حفص حداد که دیدی یوسف ابن حسین؟ گفت آخی حضرت من گمان کردم تو نامش خطا گرفتی. از هر کسی یوسف ابن حسین سوال میکنم، در جواب میگوید که آخی مرد فاسق است، فاجر است، خانه او نرو. گفت یا جاهل، من ترا نزد یوسف ابن حسین فرستادم، نزد مردم ری نه، بازگرد، برگرد برو پیشش، تو چیکار داری به گپی مردم؟ آمد وقتی که میگفتن فاسق و فاجر است، میگفت که من بالاش پول قرض دادگی، بالاش پول دارم، برام پول ما بگیرم. با خانه را نشانش دادن. آمد شیخ در مهمان خانه ششته است، در پهلوش یک امرد بچه بسیار زیبا و خوشرو، در نزدش یک سبو کوزه را میگویند که در اون مای میگرفتن عادتا. در پهلوی سبو سراحی ریونکا، چیزی که با او شراب می نوشیدن، و همین امردی بیریش جوان زیبا و خوشرو در پهلو ششته است. شیخ به یک لطافت یا مهربانی تبسم کرد، سه طرف یا غمزه دارد. وقتی که از در درآمد چنان نفرت وجود چه گرفت که حتی سلام نداد به شیخ. با یک تنفر شیخش آمدش کرد، مرحباش کرد، آمد در یک گوشه کشید با تنفر، با غضب. وقتی که شیخ به صحبت شروع کرد، چنان سخنای از زبانش برآمد که این ما مبهوت ما. گفت واقعا همون شیطان هم دانشمند است، اما خداوند که هدایتش نکرده است گمراه و احمق است. گفت تو از ما چی کم بودی دیدی که تهمت من میکنی، طعنه‌مو میزنی؟ گفت این امرد بشه در نزدت نشسته است، چی است؟ شرم نمیداری از خدا، با این ریشی سفید است، در نزدت سبو مانده است و سراحی شراب می نوشی، نمیترسی که غضب خدا بالای تو میآید؟ نه فقط بالای تو، بالای تمام مردم شهر ری میآید. گفت این پسر خوردیم است، همه امرد بشه‌ای که میبینی پسر خوردیم است، در نزد من قرآن میخواند، قرآن حفظ میکند. از سبو در سراحی را گفت ای آبی، همه چشمه نزد حولی خدمه است، تو اول یا بردن هوش
این سراحی گفت شکسته بود، گرفتم شریشش کردم به خاطر آنکه ضایع نشود همین را بگیرم استفادهش میبرم. این صبورم از کجای همین خانه ما دافتید از پرتم شوخی گرفته استفادهش بردستیم. گفت آخه مادام که چنین باشد چرا با مردم نمیفهمانی یا شیخ؟ چرا نمیگوی که همین پسری خوردیم است آخه این امرت بچه نیست؟ چرا در یک چایلیک چای نمیگیری آخه خود در سر از این مردم میگن شراب مینوشه و در نزدش سبو و سراحی است؟ چرا از چایلیک در پیاله چای نمیریزی بخوری مثل مردم جان شنانه که مردم میکنن؟ آخه همین رفتاری تو برای چی است میدانی که مردم خدا همه لعنتت میگن، تو را کافرت میگن، زندقت گفتستیان، در شهر ایران مردم در رو توف میکنن اگر دسترس دستگیرت کنن. چرا این کارا میکنی؟ شیخ گفت به خاطر آن که مردم به تقوا و به پرهیزگاری من غره شده کنیزهای ترکشونه آورده در خانه من به امانت نگذارم. حال این مرد نگفت است که من به چی کار آمدم، چی خواهش دارم. یعنی شیخ و بزرگان دوستای خدا هستند، به خاطر خدا از ملامت مردم اندیشه نمیکردن که به حق همیشه میگفتن. مقصد از آوردن این قصه چی است؟ ما عمل او شیخی را که اهل ملامتیه بود دستگیری نمیکنیم. نه، در شریعت پیشو حق نداره که چنین یک کاری را کنه. غرض از آوردن این قصه آن بود که ببینه که این نظر حرام چگونه در وجود انسان میتونه اثر بگذاره. شیخی را مثل ابو عثمان حیری به او بزرگی به او نجابت توانست که مسخر یک کنیزی تر کند، میداند همین حرام است اینقدر بیقرارش کند. شما جوانای برگ گل حال هیچ چیز از دنیا ندیدید، وقتی که زنی لش برهنه را میبینید به ذوق این فیلم را تماشا میکنید مگر این شیطان ملعون شما را آرام میگذارد؟ انگوش شمار بدن در زمان بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم، حتی در زمان هجرتش از مکه به مدینه سال 622 میلادی در مکه مکرمه همگی 17 نفر شخصایی بودن که خوانده و نوشته میتونستند. یکی از اونا همه ابو طالبی عمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و شعرها هم دارد. بسیار شاعری پرقدرت است ابو طالب، بسیار افتخار و عزت داشت، شکل صورتش هم بسیار زیبا بود. ابو طالب دریافت که با خوشی اگر با این مردم معامله نکند شاید یگان زیان و ضرر به محمد صلی الله علیه و سلم در خلوت رسانند. از این خاطر با سخنهای خوش، با گپای که دل آزار نمیدهد آنها را رد کرد. گفت شما برگردید، من خودم انشاءالله قطعش صحبت میکنم. شما میدونه که محمد چقدر ذکی و زیرک است، دانشمند است، محیب است، انشاءالله سخن ما رد نمیکند. شما برگردید. شیخ سعدی میگه با بدندهش هم نکویی کن، دهن سگ به لقمه دوخته به. یک تشکیلی دیگر شو کرد، زدن در جان شیرینشانو، بعد رخصت شان کرد، اما کار نگرفت و حضرت صلی الله علیه و سلم همه دعوت تبلیغی خود ادامه میداد آشکار. زیرا خداوند امرش کرده بود فصدع بما تؤمر، آشکار کن او چیزی را که به آن امر کرده شده ای، یعنی رسالت خود آشکار کن. دیگه زمان خلوت گذشت، زمان پنهانی گذشت، آشکار مردم دعوت کن. فصدع. وقتی قریشی ها دیدن که پند نصیحت فایده نکرده است، این دفعه باز یک گروهی کلانتر تشکیل کردن، نماینده های خودشون نزد ابو طالب فرستادن و ابو طالب هشدار دادن، حتی که سیاستش کردن، بعضی ترس و واهمه ها خواستن بتنش. گفتن یا ابو طالب ما نزد تو آمده بودیم، دیدیم که یا سخنیت در جیانت اثر ندارد یا که تختم به پروا و لاابال هستی. اگر گفتن از دشنام و از حقارتگویی خداهای ما، یعنی همون بتهای سنگی زبان نپیچد، در قصد جانش میافتیم، او را به جزا نمیگذاریم. ما دیگر آرام نمیایستیم که دیگر عالما و دانشمندا و بت پرستای ما را سخنهای ناسزا گوید. ابو طالب دفت یک خطر جدی را احساس کرد، از او خاطر
حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا کرد، گفت پسر جان وضع بسیار وضع بد است، تو مرا و جان خودت در دهشت نگذار، در اضطراب نگذار. تو دیده ایستاده ای که تمام قوم بر ضد تو شوریده ایستادند، من تنها هستم، سین سال من به جای رسیده است، میترسم که دیگر قوت نکنم و از تو پشتیبانی نکنم. از همون خاطر پسر جان گفت بس کنه که دیگر دعوت قطع کن، هم به جان من رحم کن هم به جان خودت. حضرت صلی الله علیه و سلم گمان کرد که ابو طالب به او اعلام کرده ایستاده است که من بعد من از پشتیبانی تو دست میکشم. از همین خاطر اشکاش جاری شد. از میان مردم، از میان مخلوقات روی زمین، یگانه کسی که اندک دلگرمی داشت نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب امکش بود. وقتی امکش سخن گفت دیگه دلش بسیار سرد گشت، از جاش خیست، آبی دیدش در پرای رخسارش. گفت یا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما اترك هذا الامر حتى يطهره الله تعالى او اهلك فيه. امک جان گفت قسم به خدا اگر آفتاب در دست راستم بگذارن و ماهتاب در دست چپم بتن، از این راه من حریف نمیشم، دیگر از دعوت کسی مرا من کردن نمیتونه. گفت یا خداوند گفت دین خودش پیروز میگرداند و دین توحید در این سرزمین پهن میشود، یا من در همین ره جان به جان آفرین تسلیم میکنم. وقتی میخواست گریان از نزد امکش بروه، امکش صداش کرد، امکش هم گریان شد. بیایجا گفت پسر جان قسم به خدا گفت تا زمان من زنده هستم نمیگذارم که یک خار در پای تو بخله. برا گفت دعوت تا ادامه بده، تا وقت من هستم من کفیل هستم، کسی نمیگذارم که به تو نزدیک شوم. دوستای ترا دوست میدارم اگر چنده که بدینشو یک نیستم، اگر چنده ای دین قبول نکردم. دشمنای تو برای من دشمن هستند، اگر چنده برادرم ابولهبم که باشد. و یک قصیده در وصف پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرایید. بسیار شاعر قوی بود، رنگش بعض شاعرای دروغه که ما نیسته که شب تا سحر عرخری که نوبد در سحر یکان چی اختراع کنه یک دو مصرعک بنویسه، از مصرعاشو بوی عرق می آید. گفت والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. قسم به خدا گفت یا محمد کسی جرأت نمیکند که دست در بدن تو بگذاره. تو بلال نیستی که غلام باشی تو را اجر کنن زجر کنن اذیتت بتن. تو عمار ابن یاسر نیستی که پدر و مادرت غلام باشه و تو را زجر کنن. تو فرزندی عبدالله و نبیره عبدالمطلب هستی. تمام بنی هاشم و بنی مطلب پشتی تو میشوند. والله لا يصل الیک بجمعهم. قسم به خدا گفت اگر تمام عرب که جمع بیاین هیچ کدومش زیان و ضرر به تو نمیرسونند، تا زمانی که در داخل خاک بدن ابو طالب نپوسد. یعنی تا زمان مرا در قبر نبرن نگذارن، من نمیگذارم که کسی به تو یگان زیان و ضرر برسونن. مسلمانا، اهل اسلام، امتای محمد صلی الله علیه و سلم، این سخن یک مشرک است، سخن ابو طالبه که ایمان آورده است، سخن ابو طالبه که خداوند از هدایت محرومش کرده است. فردا روز قیامت انا همین سخن در روی ما و شما کشیده می شود. مرگ شما بر این مسلمان، مرگ شما بر این امتهای محمد صلی الله علیه و سلم.
یک مشرکی که از هدایت خدا محروم بود فقط به خاطر آن که محمد صلی الله علیه و سلم جیانش بود اینقدر پافشاری کرد. شما چیکار میکنید؟ شما چی؟ کن محبتی شما. وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن از عمق شنید دیگه قلبش آرام گرفت، شکرانه نعمت خدا را کرد. البته این خدا بود که ابو طالب سرپرستش گذاشت. الم یجید که یتیما فآوا، خداوند متعال گفته بودش که ای محمد مگر من ترم یتیم در نیافته بودم که معوا دادم، برای تو سرپرستا تعیین کردم، تا آخرین لحظات شخصای را واگذاشته بودم که از تو پشتیبانی کنن، تو را تنها نگذارن. و حضرت صلی الله علیه و سلم دعوت خیش رو باز بیشتر زایدتر کرد. قریش دیدن که کار دگرگون شده است، دیدن که ابو طالب جانبداری میکرد روی راست از محمد صلی الله علیه و سلم. از این خاطر راه مکر دسیسه را گرفتند. زیباترین جوان قریش عماره ابن ولید ابن مغیره، این برادر خالد ابن ولید است، زیباترین جوان قریش بود، برناترین جوان. همراهشان گرفتند آوردند، گفتند یا ابو طالب بیا، گفتند فرزند علیش، ما این همه عماره را به تو تسلیم میکنیم مثل فرزندت، بگی بزرگش که کلانش که خدمتی ترا میکنه. پدرش ولید ابن مغیره هم هموجه بود. من گفت از بحری همی فرزند میگذارم، همی فرزند پسری تو، در بدلش به ما محمد صلی الله علیه و سلم تسلیم کن. ابو طالب بسیار زیرک بود، گفت ای قوم شما مرا میخواهی گل بزنه؟ قسم به خدا گفت عجب یک پیشنهادی نوجوان مردانه کرده ایستاده. شما پسرتون آمدن میته که من تربیه کنم کلام کنم فرزندی برام میبره قتل میکنه؟ هیچ وقت گفت این کار واقع نمیشود. مطعم ابن عدی ابن نوفل گفت یا ابو طالب به هر راه و وسیله ما خواستیم که دلیت را یابیم، با تو مناقشه نکنیم، اما تو هیچ پیشنهادی ما را قبول نمیکنی. ابو طالب گفت اگر پیشنهاد شما پیشنهاد جوان مردانه باشد ما قبول دارم، اما وقتی که شما قصد جان فرزندی مرا میکنه چخیل من راضی میتم با کشتن فرزندم، با کشتن عبدالله برادرم، هیچ وقت پسر عبدالله برادر. من بعد گفت اگر کسی که بر ضدش محمد شمشیر کشیده است بر ضد من شمشیر کشیده است. کسی محمد صلی الله علیه و سلم ناسزا گفت گویا مرا ناسزا گفت. از این خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم یک وضعیت بهتری داشت، وضعش اونقدر بد نبود، اما مسلمان ها واقعا در عذاب بودن، در مشقت های زیاد گرفتار بودن. حتی مسلمان هایی که پشتیبان داشتن از قریش بودن، خیش تباراشو از بحرشو گذاشتن، اونا ابو طالب نداشتن که پشتیبانیشون کنن، یه خیلی احمقی غیور رو به ناموس نداشتن. وقتی که وضعیت از حد گذشت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم همه را جمع آورد و پیشنهادشون کرد، گفت دیگر علاج نداریم، باید که شما هجرت اختیار کنید. اگر در اینجا مانده در پیش چشم من آزار و اذیت وقتی که شما را میتن قلب من آب میشود، ادام میشم، دیگر من طاقت دیدن اذیت زجر شما را ندارم. گفت شاه حبشه نجاشی از همه ابن ابجر بسیار شاه عادل است، اهل کتاب است، از نصارا است و به شنید من کسی را آزار نمیته، آدم حقگو و حقجو است. از همین خاطر بیاید ملک حبشه را اختیار کنید، به اونجا روید. اگر شما در اونجا باشید گفت تا زمان آرام شدن، تا زمان مسلمان شدن قومتون منم انشاءالله آرام میگیرم و استراب وجود ما ترک میکنم. از این خاطر مسلمان ها بعضش کمر بستن. مسلمان های اولی که حبشه را اختیار کردن هجرت عبارت از 16 نفر بودن.
12 مرد و 4 زن. سروری این گروه رو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه به عهده گرفت. عثمان ابن عفان داماد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. ابو لهب خدای پیغمبر بود امکش. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم اسلامش آشکار کرد، این بدگهر فرزنداش امر کرد که دخترای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رها کنید، طلاق دهید. رقیه زوجه عتبه و ام کلثوم زوجه عتیبه بود، دو پسر ابو لهب. هر دو پسر ابو لهب دخترای پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلاق دادند. بعد از گذشتن عیده حضرت عثمان رقیه را خواستگاری کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عثمان رضی الله عنه رقیه را نکاح کرد داد. و سروری همه گروه مهاجران را حضرت عثمان ابن عفان میکرد که همراه زنش، همراه دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم رقیه رضی الله عنها عازم حبشه شده بود. حتی در حقش حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بعد از ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام سیم عائله که به خاطر خدا هجرت اختیار کرده است انم عائله عثمان ابن عفان است. قبل از عثمان ابن عفان فقط حضرت ابراهیم علیه السلام همراه زوجش و حضرت لوط علیه السلام اختیار هجرت کردند، لوط همراه دخترانش. دیگر کسی عائله به یک عائلهش یک جای اختیار هجرت نکرده بود. در راه خدا در نظر دارم. سیم شخص گفت همه حضرت عثمان است. رفتن به حبشه. شاه نجاشی هم اینا را به خوشی استقبال کرد. کسی به اونا کار نمی گرفت. این واقعه در ماه رجب سال 5 بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم بود. تخمین سال 615 هجری، ببخشید 615 میلادی. از بین چند ماه گذشت، در ماه رمضان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار نزد کعبه آمد، نزد خانه خدا و سوره نجم که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده بود در نزد خانه کعبه تلاوت کرد. اگه تصور کنه که قرآن چقدر بزرگ است و وقتی که قرآن با صدای زیبا و صدای رسای محمد صلی الله علیه و سلم تلفظ می شود، خوانده می شود، چقدر جاذبه دار است. دیگر خواه و ناخواه تمام مشرکا همه هوش و گوشون به قرآن شد. همه دیگه موت و مبهوت مانده بودن، کرخ شدن از تلاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خواند تا اینکه در همون موضعی که سجده هست در همون جا رسید. حضرت صلی الله علیه و سلم آیه سجده را خواند، فاسجدوا لله واعبدوا، و سجده کرد. تمام مردمی که در نزد خانه خدا بودند، اعم از مسلمان و مشرک، همه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده کردند. حتی مشرک ها به اختیار سجده کردند، خود داشته نتونستند. یک زمان به خود آمدن، مذمت شو کردن او کسایی که در نزد خانه نبودن که آخه شما پیغمبر را قبول ندارید، قرآن را قبول ندارید، چرا سجده کردید هنگام تلاوت قرآن؟ برای آنکه خودشان سفید کنند در نزد دیگر قبایل عرب، زیرا اگر دیگر قبایل میدانستند که اینا به حقیقت سجده کردن همه مسلمان میشد. پیشوای عرب قریش است. یک دروغ را از خود بافتند که با نام داستان غرانیق یاد می شود. این پدرسگا بعضش شاعر هم بدن نخی گفتن که در همین جا محمد صلی الله علیه و سلم وقتی سوره نجم میخواند در ضمن وقتی که خدای تعالی مذمت به تو را میکند، افرأیت اللات والعزی و منات ثالثه الاخری، آیا لات و عزی را دیدی که این مردم جاهل دو سنگ پرستش میکنن و سوم اینها که نزد مردم
عوام، مردم جاهل، مردم مشرک منات است. همه جا از خودشو علاوه کردن بعضی هاشو. از جمله یکی از شاعراشو با نام نضر ابن حارث قرشی پدرسک علاوه کرد که گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله در همینجا گفته باشد که تلک الغرانق العلا، تلک الغرانق العلا و ان شفاعتهن لترتجا. یعنی این لات و عزا و منات پرنده های آبی رنگی بسیار بلند مرتبه هستند و امید است از شفاعتشون که فردا روز قیامت اینا شفاعت میکنن. نعوذ بالله تهمت به خدا زدن، تهمت به قرآن زدن، تهمت به محمد صلی الله علیه و سلم زدن که گویا در همه جا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته باشد که تلک الغرانق العلا، در صورتی که این چیز نیست و این بده هم نمیتونه. محمد که در مبارزه بر ضد بت‌های مشرکا از هیچ رو نتابید، از هیچ تهدید نترسید، اینقدر مال و ثروت براش وعده کردن قبول نکرد و دین موحدی را آورد. یگانه دین موحدی در روی عالم امروز دین اسلام است. چه خیل از زبانش این سخن میتونست بروید. برای خود سفید کردن بدگهرها همین سخن گفتم. غرض از آوردن من چی است ایرا؟ امروز متاسفانه دشمنان اسلام، کسایی که تیشه در ریشه اسلام میزنند به هر راه و وسیله، خاصتا نصرانی ها حیله و نیرنگ کرده همه چیزا قلمداد میکنن که گویا محمد صلی الله علیه و سلم فلان گپ گفته باشد، بعدا گویا پشیمان شده باشد و همون سخنا را ترک کرده باشد. نعوذ بالله. امروز کتابای مستشرقا را زیاد چاپ میکنن، کتابای شرق شناسای خارجی را در نظر دارم با خط کریلی، با زبان تاجیکی. از همین خاطر من شما را پیشکی هشدار دادم که مبادا اگر گفته نمیشود، اگر دیدید یگان دشمن اسلام همین سخنا را نوشته باشد، مبادا خدای نکرده با همین سخن باور نکنید که اعتقاد به این سخن کفر است. شخص کافر میشود، از اسلام خارج میشود. این مثل همون تهمتایی است که به مادر ما به عایشه زده بودن و امثال اینا که در اسلام زیاد دیده می شود. بسیار بسیار احتیاط کنید. آوازه به حبشه رفت که قریشی ها مشرک ها اسلام آوردن. ببینه وقتی که سخن هر طرف می رود، وقتی هر کس یک سخن علاوهش کند، کار به کجا می کشد. بیچاره اون مردم از بس که دور بدن، در حبشه بدن، آوازه به اونا رفت که مشرک ها قریشی ها اسلام آوردن، مسلمان شدن. با خشنودی و خرسندی به وطن برگشتن. این وطن بسیار عزیز است، بسیار شیرین است. اما وقتی آمدن به نزدیکی مکه رسیدن، دروغ آشکار شد. معلوم گشت که این یک دروغ بیش نبود است، یک شایعه بود است. از همین خاطر بسیار بسیار بیچاره ها متاثر گشتند، بسیار اندوهگین و ملول شدند. بعضی هاش حتی داخل مکه نشده با قفا گشتند رفتند. اما یک قسمش، یک عده اکثرش به مکه که برگشته بودند و دیدن که جور ظلم کافرها باز بیشتر زاییتر شده است. حضرت صلی الله علیه و سلم امر کرد، بار دیگه گفت هجرت اختیار کنید.